با سلام بینندگان عزیز، شعله گلخوجه هستم در خدمت شما با خبرهای تاجیکستان و جهان. در 15 دقیقه دیگری برنامه امروز 13 انور این موضوع ها را داریم. سردی کم سابقه و لیمیت نیروی برق حالتهای درختبوری را در ولایت ختلون بیشتر کرده است. حکم برابر به قتل نزدیکان دانا نبیف 80 ساله حکم دادگاه را در نسبت او ناعادلانه خوانده به زینه بالایی شکایت بردند. امورا برده رسوندن همچه امانت امورا برده رسوندن بعد همچه که دیندار گروه ساکنان نویه باباجان غفورов از نصب موج پراکنی شرکت موبیلی در محل زیستشان نگرانند. چند متر اگر دولت بیاد که بلند کنه بلند کردن با آنتن برداشتن با خودمون میرسه. هوای تاجیکستان سر سال نو سرمای سیبری نام گرفت چون مسیر سیکلون یا مجرای بادی سرد از اورال و سیبیر به اینجا رسید. هواشناسان میگویند چون این سرما از آخر سالهای 60 عصر گذشته بار اول مهمان کشور شده است. این شب و روز سردی هوا در وادی ها 12 در کوهستان تا 25 درجه و در نقطه خنک‌ترین تاجیکستان تا 60 درجه زیر صفر رسیده باعث شده است که اکثر چشمه و رودهای کوهی و لوله های آبرسان دهات یخ بندند. یکی از چنین مکانها را همکارم با رادیو صوفی دید و برایتان گزارش می‌دهد. سرمای سختی آغاز январ ساکنان برخی منطقه ها خصوصا موضع های کوهستانی را با مشکل آب آشامیدنی روبرو کرده است. آنهایی که آب را اصلا از رودخانه و چشمه ها می گرفتند از یخ بستن منابع آب و لوله های آبرسانی خبر می دهند. پیشتر همین دریای شرکن سیراب بود، آب می اومد. حاضر اینکه همین زمستان هایی که خنک شد، ترما یخ شد، آب یخ شد، کم آمده ایستاده. اصلا بالا همین شرکن هسته آخرانگی دیابا اونجا با او یخ شدگی میگه او چی کرده میگیره یخ زده تقریبا سطل قطعی فاقل قطعی میگه قطعی میگیره. یخبندان و قطع شدن آب آشامیدنی در اکثر منطقه ها مخصوصا دهات به مشاهده میرسد. هواشناسان میگویند چنین خنکی شدید سرتاسری در تمام قلمرو کشور تنها در آخر سالهای 60 قرن گذشته ثبت شده است. در این میان چنین حالتها بودند ولی در منطقه های علاهیده. امسال سرمای سخت قریب در همه منطقه های کشور مشاهده شده است. در بعضی منطقه کوهی حرارت هوا تا 24 درجه سر گردید که البته در چنین خنکی چشمه های نانقدر کلان یعنی که کول های نانقدر کلان حتی نزدیک دریاها یعنی که در ساحل دریاها یخبندی پیدا میشد. حتی در آبانبارها نیز پیدا شوی یخ پاره ها مشاهده کردن ممکن است. با گفته مسئول مرکز هواشناسی هوا در سردترین نقطه کشور بولونکول تا 60 درجه سرد شد و این حالت تا یک هفته دوام کرد. در همین حال با قول هواشناسان بارش نظر به یک سال پیش تقریبا یک برابر کم بوده است. خودی ماه دکبر نشان داد که در حقیقت در قسم زیادی منطقه ها نه اینکه کوهی بلکه بلندکوها وادی ها مقدار بارش نسبتا کم از معیار بارید و حتی نسبت به سال 2019 دکبر 2019 و январ 2020 تا امروز نسبتا کمتر گرچه که سال گذشته نیز در فصل زمستان بارشات کم بارید. بنابر پیشگویی هواشناسان سردی هوا در کشور تا دهه 3 فوریه ادامه خواهد کرد و حرارت در منطقه های کوهی تا 15 درجه زیر صفر پایین خواهد آمد. تخمین هواشناسان درباره بددرازا کشیدن هوای سرد در تاجیکستان در حال صدا می‌دهد که جوری شدن لیمیت برق زندگی مردم را در دهات مشکل تر نمود. حالا برای گرم کردن خانه آنها اکثرا از هیزم استفاده می‌کنند و ظاهراً ذخیره ها به پایان رسیده از سبب تبر زدن به درختان می‌شوند. مقامات ولایت ختلون الکی چندین نفر را برای درختبری جریمه بستند. سردی به سابقه هوا و جاری شدن لیمیت برق تشویش جمعگل جلیلوه را بیشتر کرده است. با هیزم و تپک هم خوراک میپزد هم خانه گرم میکند. بیم دارد ذخیره سوزشواریش تا آخر زمستان نمیرسد. خانه را خیلی که نمیدونم قطعمون تیار میکنیم همه خیلی سهر عبید بیگه علو میکنیم اگر علو نکنیم خنک کرد. با موها که که گودک مایده نیست گودک مایده دارو مجبورن که 3 بار نه 4 بار علو کنن. مثل جمعگل بیشتر ساکنان دهنشین میگویند چنین حال را دارند. در دهات برای گرمیدهی بعضا مجبور میشوند درختها را برند.
ولی مسئولان اداره جنگل ولایت ختلان میگویند که نظارت را در جنگلزارها شدید کردند. در چند روز اخیر سردی هوا حدود 20 نفر در ختلان برای درختبری جریمه شدند. پخت و پز و گرم کردن خانه مثل اکثر زنان برداشت هولدانه دوست است. میگوید به خاطر گران بودن پول استفاده برق اون را صرف میکند. اگه گو دوششون هم تپک میکنیم علاوه میکنیم پیشکمون. سویت هم سوزانه که از سویت کم استفاده میبریم. مقامات تاجیک روز 5 ینور از آغاز لیمیت برق برای اهالی روستانشین خبر دادند. در دهات وادی وخش محدودیت برق وقتی معین ندارد. گاه شبانه و گاه روزانه جاری می شود. بیشتر ساکنان دهات میگویند بر ضمن سردی زیادی هوا و محدودیت برق نرخ انگشتن بالا رفت. حالا بیشتر از سوزشواری طبیعی مثل تپک و هیزم استفاده می کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پیوندان دونا نبیف پیرمرد 80 ساله محکوم شده به زندان به دادگاه عالی برای شرطاً تطبیق نکردن جزا عریضه دادند. نزدیکان میگویند دونا نبیف بیماری سیل داشت و وضعش در بازداشتگاه موقتی بد شده است. از دادگاه عالی به رادیو آزادی گفتند عریضه تازه وارد گردیده و هنوز بررسی نشده است. وزارت کارهای داخلی شب 8 ینور با نشر یک بیانیه رسمی گفته بود عیبنامه دونا نبیف تصدیق و او به 7 سال زندان محکوم شده است. ولی نزدیکانش اتهامات را رد میکنند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. اسامالدین نبیف برادرزاده دانا نبیف را حکم دادگاه و عیبی اعلان شده نسبت عمک 80 سالش دهشت زده کرده است. به گفته اسامالدین پیرمرد گناه ندارد و تنها موافق امکان خود به آدمان کمک میکرد و از جمله به خویشاوندان و نزدیکان نیازمند حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خوراک و مبلغ کمک میبرده است. همچنین گفته می شود که از خانه او 2 کتاب اسلامی محتوایش ممنوع دریافت شده است. گناهشون همی که رسوندن همون مبلغایی که ای طرف خانواده همون زندانیا با او روان کرده شد همون را برده رسوندن همچون امانت همون را برده رسوندن. خب بعد که همچون که دیندار داننده و چی بود 1-2 کتاب شد. نزدیکان دانا نبیف باور دارند که او بیگناه است. به گفته اسامالدین 7 سال زندان برای عمک پیرش برابر به حکم قتل است. نسبت همین چیز بینن همین سلامتی من بینن امکانیت باشه یکم جزای دادنی باشه. اگر همین کارای من همچون کمک پلی به نیازمندا گفته. وزارت امور داخلی با نشر بیانیه در سامانه رسمیش گفت دانا نبیف را بیگناه جزا ندادند. وزارت گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با گناه افراطگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج به 7 سال زندان محکوم شده است. مبلغ‌های پولی از طرف خدمات مخصوصی دولت‌های معین جدا شده را طریق استفاده مسیر انتقال‌های مبلغ‌ها از کشورهای سوم قبول نموده آنها را برای پهن‌کنی غایه‌های افراطی، خریداری، نشر و گسترش ادبیات اکستریمیستی جلب و سفربر نمودن جوانان به صف گروه‌های جهادی صرف می‌کرد. مقدار معینی مبلغ‌ها را توسط ناحیه 5 ولایت ختلان جهت دستگیری مالیوی اعضایان قنات جنگی، تشکیلات تروریستی سابق، حزب نهضت اسلامی، جماعت انصارالله به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده است. قسمی باقی مانده مبلغ‌ها را برای منفعت‌های شخصی خود استفاده کرده است. این بیانیه وزارت امور داخله بعد تنقیدهای زیاد مقامات تاجیکستان برای زندانی کردن یک پیرمرد 80 ساله نشر شد. حکم پیرمرد سالخورده که به گفته نزدیکانش فقط به خاطر زنده ماندن نیازمندان و محبوسان به آنها کمک میکرد واکنش زیاد به بار آورد. جمشید یاروف رهبری بنیاد بزرگمهر یاروف و حقوقشناس سازمان بین المللی حامیان حقوق هیومن رایتس ویژن میگوید همه این عیب و پرونده به واسطه یا با واسطه به حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و اعضایان آن ربط دارد. بازداشت دانا نبیف یک چند پیام دارد. آن هم به مخالفین و هم به آنهای روانه شده است که در تاجیکستانند و یک نوع از زندانیان سیاسی جانبداری و به آنها همدردی میکنند. این بازگوی آن است که حکومت فشار و سرکوبسازی مخالفان دولت و خویشاوندان و نزدیکان آنها را ادامه خواهد داد.
سال پیش گروه کاری سازمان ملل متحد آید به بازداشت خودسرانه پرونده بعضی از اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را بی اساس شمرده به آزادی فوری آنها دعوت کرده بود. مقامات تاجیکستان این طلب را رد کردند. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهم و حالا رو می‌آورم به بحث ساکنان دهه در ناحیه باباجان غفورов با یکی از شرکت‌های موبیلی تاجیکستان. چند سال پیش بنابر شکایت مردم دهه رومان نصب موج پراکنی شرکت موبیلی در محل زیست آنها متوقف شده بود، ولی بعد دریافت اجازت کارشناسان و مقامات بهداشتی موج پراکن در دهه گذاشته شد و ناراضگی ساکنان را به میان آورد. فرزان محمدی در همین باره گزارش دارد. گروه از ساکنان دهه رومان ناحیه باباجان غفورov از نصب موج پراکن شرکت موبیلی تیسل در محل زیستشان اظهار نگرانی دارند. این شرکت آغاز ماه ینور در کوچه فخری همین دهه موج پراکن نو ساخته است. لازم من 10 متر 15 متر پشتی 50 متر شده‌اند. اصلا این موبایل ها پوش نشد بالی احتجاج نشد. مخصوصا من با من همین تگاش که هایم خودم مسئول که هایم همون زیان شای توسیان با من که دکوی نوراست زیان شای توسیان اکنون یهان نمیگن همون با ما یگان رئیس ها یگان همون ارگانیزاسی رئیسش بیاد همین دیسپلین همین زیانش نیست شما بگن شد موندن گیرم. مسئولان مقامات محلی در پی مراجعت ساکنان قبلا ساختمان آن را باز داشته بودند، ولی بعداً بر اساس خلاصه متخصصان اداره های ذی‌دخل دوباره اجازه دادند. پزشکان میگویند این تجربه در دیگر محل ها نیز هست. خدمات سانیتری اپیدمیولوژی جمهوری و هست در حالت اجازت همون خدمات باشد یگان خیلی ماندگی نمیشه. شما از نگاه طبی کم شرح داده میتوانید که همین مثلا بودن همین موج پراکن به سلامتی مردم تا چند اندازه ضرر میرسان یا ضرر نمیرسان؟ اگر ضرر میرسان نمیگذاشتن نمیشه. در همین حال مسئولان شرکت تیسل در منطقه سوخت آماده نشدند در این باره صحبت کنند و معلوم نیست آنها تا کجا بی‌ضرری موجگیر را به سلامتی ساکنان کفالت میدهند. ولی چنین موج پراکن در حدود منطقه تابع به شرکت تجارتی و استحصالی نور ساخته شده است و رهبری آن میگوید ساختمان طبق معیار در بلندی 35 متر جایگیر است. در صورت زیان رساندن بلند میکنیم با چند متر اگر دولت گفت که بلند کن بلند کردن با انتن برداشتن با قوتمون میرسد. تیسل یکی از شرکت‌های اساسی علاقه و اینترنت تاجیکستان است که سالهای آخر برای خرد بودن حوزه موجش از طرف کاربران تنقید می شود. آن به شرکت موبیلی تلیاسنر شویتس تعلق دارد، اما 60% سهمیه‌هایش در تاجیکستان که در اختیار نهادهای مربوط به آقاخانه 4 است. خدمات علاقه تاجیکستان موقع جغرافی، کوهستان و گران بودن نگهداری زیربنیادها را از سبب‌های سرعت سست اینترنت و پست بودن شدت علاقه در کشور نامیده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و خبر دیگر هم هست. یک مقام توجیک گفت امیدوار است به تاجیکستان واکسینه ضد کرونا ویروس تصدیق شده از جانب سازمان جهانی تندرستی وارد می شود. نوروز جعفرov یک مسئول وزارت تندرستی در صحبت با آژانس تاس گفته است چنین امیدواری به خاطر عضو برنامه کوواکس بودن تاجیکستان است. برنامه مذکور که زیر نظر سازمان جهانی تندرستی می باشد 92 کشور را فرا می گیرد و این کشورها امید دارند که با یاری این سازمان اهالی خود را با واکسینه تامین خواهند کرد. بینندگان عزیز، با همین خبر می رسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر را چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و نوارهای روز را می توانید در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید فردا باز با خبرهای تازه شما را منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک.